نباید اینقدر بگیم مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا. باید دست از دشمنی با آمریکا برداریم تا کمکمون کنه. ای یک ذره عقل داری ها. مستطاعت که فیلم نشونت میدم، اگر نپذیرفتی تو هرچی میگوی درست بغیر از اینه. اما بریتانیا هیچ نفتی نداره. وقتی در ایران نفت کشف شد، بریتانیا تصمیم گرفت تا کنترل تمام اون منابع رو به دست بگیره. اندکی بعد از این اکتشاف شرکت نفت انگلیس و ایران تشکیل شد و اکثریت سهام اون رو خرید. این فیلمی که میخوام نشونتون بدم مال خود سیاستمداران آمریکیه. همینیم چه میگن در مورد 28 مرداد سال 32 کل نفت ایران دست دولت انگلیسی. سود نفت در نظر بگیرین حساب کنید 1 تریلیون آجری سود نفتیه، ولی سودی که به ایران میرسیده یه گاری آجری، بقیهش کلا میرفت تو جیب آقای انگلیس. آقای مصدق با عنوان نخست وزیر رسمی حکومت وقت، یعنی حکومت پهلوی، اون گفت آقا این چه کاریه؟ ما نفت مال خونه، تصمیمشو خودمون میگیریم. انگلیس اون گفت که آقا این چه حرفیشو میزنید؟ آقا شما ارزه نداری استخراج نفت داشته بودیم. مصدق میگه بابا شما به عنوان یه شرکت پیمانکاری اون استخراج میکنی، ولی تصمیم گیرندهش تو پیمانه، سود هم میگیری، تو چه کار داری؟ جر بین انگلیس و ایران بالا گرفتن، دیدن تا فایده نداره، کارم خوصیده، گفتن که آقا یکی بیا اینجا بین ما منجی بکنه، قضاوت بکنه. دو عادل تر از آمریکا اون موقع کسی پیدا نکرده. الان تاریخ بخونیم میدونی که مصدق رفیق جنگ آقای ترومن میده، یعنی با آمریکا میده، آمریکا دوست میده. مذاکرات 2+1 انگلیس و آمریکا و ایران پای میز مذاکره 2 سال این مذاکرات طول کشید. 47 روز آقای مصدق تشریف برد آمریکا و آمریکا میگفت آقای آمریکا تو به عنوان منجی بابا حق ما از انگلیس بگیر. آمریکا هم واشو گفت چشم. تو خیالت اصلا تخت کارت نبود. مصدق در سال 1953 هیچ کس نمیدونه مصدق کی بود. نخست وزیر ایران که از مسیر دموکراسی انتخاب شده بود که توسط انگلیس و آمریکایی ها سرنگون شد. در اواسط جنگ سرد هم ایالات متحده در سرنگونی دولت منتخب دموکراتیک ایران نقش داشت. یا خدا خوشو میگفتم میخوام ببینید سال 32 از مردم ایران یکی هم گفت من در آمریکا که دولت رسمیش کله پاش کرد ایاتی سرش در آورد. اینا با استقلال ما مشکل دارن. تموم شد رفت. تو اون موقع که همه چی ایران دست آمریکا بی، همه تصمیم خوش انگلیس میگرفتن سی ایران کمکت نکردک. اومد دولت کله پا که الان انتظار داری کمکت بکنن؟ غیر